میخوای به زبان مسلط بشین 4 تا جدول رو خوب یاد بگیر. زمان حال I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. زمان گذشته I did, you did و همینطور تا آخر did. حال کامل I have done, you have done, he has done, she has done, it has done, we have done, they have done. و زمان آینده I will do, you will do و تا آخر will do. پس در زمان گذشته did برای همه ضمایر تکرار میشه و در زمان آینده will do. حالا اگه فایل تصویری این آموزش رو میخوای عدد 4 رو برام بفرست.